سید یونس که از کمسوادی نتوانست تحصیل را در آموزشگاه کسبی ادامه دهد، راه آسان را انتخاب می‌نماید و از برکت زمانه مولا می‌شود. او با فریب دختر استادش مولا معروف را بزنی می‌گیرد و همسرش را به توده تندگرایان سلفی جلب می‌سازد. این زن ساده فریب خورده در همسایه کشور تاجیکستان به محبس افتاده، در غربت دور از فرزندان غم بیمار در زندان جان می‌دهد. تا حال خویش و تبار این زنی به دام فریب افتاده در جستجوی برهانوف هستند که با لقب کوری یونس هم مشهور است. فتنه های سید یونس با این انجام نمی‌یابد. او با فریب سنگ و سمیه 17 ساله ساکن استرفشن را برای تحصیل به شهر قم میبرد. هنوز زمانی در زندان بودن زن اولش این دختر در مسافرت تنهای و رهگمزده را با وعده خانه آباد و زندگی خوش به نکاح خود می‌درآورد. 1 سال با او زندگی کرده صاحب دختر می شود. مدت پس سید یونس از سمیه هم جدا می شود. حالا این زن با کودکش بی صاحب و حیران و سرسان و سرگردان است.